شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوندا تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو کمک و استعانت میجوییم. حمد و ثنا و ستایش مر آن خدایی راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، روزداران متدین، هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، بسیار خوشحال هستیم که با پیشکش نمودن برنامه دیگری از برنامه خاص افطاری، یعنی برنامه شهر رمضان، در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار گرفتیم. دوستان عزیز، طبق معمول در برنامه بخشای مختلف داریم که آغاز میشه از تلاوت قرآن کریم، ادامه پیدا میکنه به سوال روز، بعد از او سلسلتا ادامه پیدا میکنه به صحبت با یکی از علمای جید کشور ما. سوال روز را براتون یاد کردیم که سوال روز داریم، گزارش ولایتی داریم، آشپز داریم، احادیث شریف انشالله که داریم که یکی پای دیگر انشالله که تقدیم حضورتان میکنیم. کلپ های فقهی داریم که انشالله او را تقدیم حضورتان میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا با زبان درفشانشان میفرمایند که برای شخص روزدار دو خوشی است. برای کسی که روزه گرفته، چه خواهر ما باشه چه برادر ما باشه، هر کسی که باشه، دو خوشی است. خوشی اولی است که نزدیک افطار برایش یک خوشی پیش میشه، چون که تقریبا یا 12 ساعت یا زیادتر یا کمتر روزه گرفته. خوشی است که بخیر افطار میکنه به امر رحمان، به امر پروردگار عالم. زمانی که مؤذن صدای ملکوتیش بالا میشه و ندای الله اکبر را سر میته، افطار میکنن. خوشی دیگه که بهترین و مهمترین است، لقای پروردگار عالم است. همونطور که خودش وعده کرده که حتما انشالله که امید داریم به لقای پروردگار عالم برسیم. خداوند را دعا میکنیم، خداوند را بسیار زاری میکنیم که الهی اردو خوشی را نصیب ما بگردان. الهی آمین. دوستان عزیز، وقت نشر برنامه است، مقدمه را طولانی نمی کنم. جناب قاری صاحب تشریف دارن، میخوایم که آغاز برنامه امروز ما و تمام برنامه های ما با صدای قرآن باشه، با نوای قرآن باشه. جناب قاری صاحب خیلی خوش آمدین، مانده نباشین، صفا آوردین. ماشاءالله 19 روز از رمضان گذشته و من میفهم که یک ذره نحیف هم شدی، یک ذره ضعیف هم شدی. والا خیلی خستم شدیم و خیلی اثر میکنه. تاثیر کرده نه؟ چطور است رمضان؟ چطور هست؟ الحمدلله ماه خیلی خوب است، یعنی ماه عبادت و اطاعت فرمانبرداری خداوند است. ای که آدم ضعیف میشه، نحیف میشه، ای که آدم یک ذره لاغر میشه، بخو میشه، گشنگی و تشنگی یک ذره احساس میکنه، کل از این بفهمیم و بدانیم که اجر بسیار بزرگ داره که الله متعال رو برای شما وعده کرده که اجر روزه داره خود میتون الله متعال میفرماید. بیم جناب قاری صاحب قرآن بخوانین که سرشار از لذت شویم و آغازگر خوب باشه برای برنامه امروز ما. ضرور انشالله. جزاکم الله خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. با خیر و سلامت و عافیت باشین جناب قاری صاحب. ماشاءالله بسیار خوب قرآن خواندین. امید از دارم که سر آغاز خوب باشه برای برنامه امروز ما. ماشاءالله بسیار جزاکم الله بسیار تشکر. بسیار تشکر. هر روز اگه از اگرای دور من میفهمم که تو اینجا زحمت میکشی و میای و خداوند اجر بزرگ نصیبت بکنه. بسیار تشکر. سلامت باشین. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه میخوایم که سوال روز را حضورتان بخوانم. از همکارای خوب خود خواهش میکنم که اونا هم سوال روز را در اسکرین تلویزیون ها، در پرده های تلویزیون بگذارن که هموطنان عزیز ما خوب آگاه شوند. دوستان عزیز متوجه باشین، سوال را خوب دقت بکنین، جواب درستش را پیدا بکنین که خدا مهربان است که اما کسی که مستحق و مستحق تر است که به همین بسته‌ک خوراکی انشالله که دستشان برسه. حکم اعتکاف در دهه اخیر ماه مبارک رمضان چی است؟ حکم اعتکاف در دهه اخیر ماه مبارک رمضان چی است؟ الف فرض کفایی، با سنت کفایی، جیم واجب و دال مستحب. دوستان عزیز ما، خواهران و برادران ما، هموطنان خوب ما، هر کسی که جواب درست همین سوال را میدونن در شماره تلفن 0787 88 80 50 0787 88 8050 میتونن که در واتساپ فقط پیام بگذارن، زنگ نزنین. من هر روز تکرار میکنم و از این تکرار اصلا خسته نمیشم، باز هم تکرار میکنم. در شماره که براتون یاد کردم زنگ نزنین، به خاطر اینکه زیای وقت میشه، هم برای شما هم برای همکارای خوب ما که در اونجا آماده و موظف هستن که همین شماره هایی که شما جواب درست را روان میکنین، شماره ها رو نوشته میکنن، اونها رو در ثبت یک جا به جا میکنن که باز در اخیر برنامه ان شاء الله که قرعه کشی خواهد داشتیم. ما پیشازات سپاسگزاری میکنم از اونم هموطنان عزیز ما که شرکت میکنن در همین مسابقه. خودشان برنده هستن، برنده میشن، اما وقتی میبینن که یک مستحق دیگه از خواهرشان، برادرشان، همجوارشان، قومشان، خیششان، همسایشان اگر مستحق تر است، همین مواد را که از طرف عزیزی بانک، عزیزی گروه و بانک اسلامی اسیر به دست بیارن، اما اگر بر از اونا بتن، خداوند جل و علا شانه عوضش 10 چند و شاید که 100 چند برشان میتن. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همونطور که پیشتر یاد کردم مهمان عزیز و عالی مقدار داریم، جناب استاد خالد رحمان رحمانی. خواهش میکنم که تشریف بیارن که بخیر پیرامون مسائل مهم فقهی رمضان صحبت بکنیم. جناب استاد بسیار زیاد مانده نباشین، خوش آمدین، صفا آوردین.
السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین، صفا آوردین، مانده نباشید. بفرمایید بفرمایید. جناب استاد خیلی خوش آمدین، بخیر، صفا آوردین، مانده نباشید. رمضان مبارک باشه. بخیر، سلامت باشید. پیش از اینکه دیگه یک پار بزنیم، هم مایک تلویزیون و هم کمری تلویزیون ملی در اختیار شماست. با هموطنان عزیز یک سلام کلام بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و نجیب افغانستان زیبای ما، از الله متعال آرزو دارم که تا این دم رمضان مبارک بخیر سپری کرده باشید. الله متعال تمام طاعات، عبادات، روزه، تراویح و تلاواتتان را به دربار خود قبول و منظور بگردانه. بخیر سلامت باشید. الهی امین. بخیر باشین جناب قرسی. چطور هستین؟ که روزه چطور بودی؟ الحمدلله، فضل احسان الله است. خوب روزه هست دیگه. حتما بسیار ختم عالی و است. تراویح داشتین در الحمدلله. مسجد. بله بله. انشالله بخیر گذشت. هنوزم جریان داره، ختم نکردین. فردا بخیر انشالله که شب آخر ختمتان از در شب 21 دیگه بخیر تصمیم گرفتین که ختم بکنین. بله. از راه آمدین ماشاءالله چی بیرو بار از شهر و بازار. الحمدلله خوش میشیم هموطنان عزیز ما بله. به بازارها رفتن، یعنی توانشان هست یک چیزی که بله. بگیرن بخرن، الحمدلله. هم برای رمضان خود هم برای عید خود. بله بله الحمدلله. یک کلش از برکت مهمانی الله متعال است دیگه. بشک بشک. جناب قاری صاحب، جناب استاد بزرگوار، انشالله که پیرامون موضوعی که براتون یادآوری کردیم بحث میکنیم. چقدر خوب است که یک انسان برای که روزه گرفته، برای که نمازهای تراویح خود میخواند، حتما ختم قرآن شریف میکنه، در طول روز هم تلاوت میکنه، چقدر خوب است که با خودش، با فامیلش، با هموطنان عزیز اخلاق نیک و حسنه داشته باشه. این چقدر ثواب خودش بفرد. واقعا که همین رقم است. خود رمضان یک کورس یک ماه است. بله. که دیگه تمام اونمون کاستی ها و کمبودات که ما داریم پوره بکنیم. از هر نگاه، اگر اخلاق ما، اگر کردار ماست. خیلی از هموطنان ما رمضان میگیره، یعنی اونمون فرضش ادا میشه، اما بسیار کارهایی هستن گناه متوجه نمیشن، غیبت اسمشان سر زده میشه یا دروغ گفته میشه. یا شما ببینین که دی دو سه روز گذشته نرخ‌ها را بسیار قیمت کرده. بله. اگر یک فرض است او هم یک فرض است. بله. اگر تو روزه را به این شکل میگیری فرضت ادا میشه، اما او ثوابی که الله متعال توسط از این روزه بر تو جنت نصیب بکنه، رضای خدا نصیبت بگردانه، بله. فکر نکنم که او حاصل شد. البته بعضی هموطنان بله بله در عموم نمیگه. یعنی جناب قاری صاحب هدف شما این است که همین هموطنان عزیز ما، همین در کسایی که در بازار دکان دارن یا دستفروش ها قیمتی نمیکنن، کسایی که دستفروش هستن اینا ضعیفتر هستن، اینا قیمتی را نمیکنن، تجار ملی ما متوجه باشن، دکاندارای عزیز ما، عمده فروش های محترم اونا متوجه باشن که عجب بازار نعمات پروردگار و بازار رضایتش عجب باز است که رضایتش رو به خود کسب بکنیم، قیمت نفروشن، حداقل امو مفاد خود بگیرن، چون تجارت است، چون دکانداری است، باید مفاد بگیرن، اما به خاطر ما این برای رمضان کمتر مفاد بگیرن. بله بله 100% هم تو است. اگر میخواهند که اونا در هر جنسی که میفروشن و یک هموطن ما او را استفاده میکنن و در ثواب روزی او هموطن ما شریک شود، اگر نرخ پایین نمیارن، فایده را کم نمیگیرن، کوشش کنن که زیاد نکنن نرخ. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک شخصی که با یک کسی روزدار یک چیزی را بدهد، ثواب از دو برش داده میشه، یکی از خودش و یکی به کسی که این کمک میکنه که سبحان الله روزش افطار میکنه. بله بله بله. چقدر موضوع خوب یاد کرد. این باید متوجه باشه. یعنی یقین شود جناب استاد بزرگوار که ما یک چیز را در صفحه خواندم، در صفحات اجتماعی، یک دکتر صاحب هستن، یادشان بخیر باشه، نامشان هم نمیفهمم، آدرسشان هم یاد ندارم، منتها یک مهربانی کرده بودن که روزای پنجشنبه را همه تو رایگان اعلان کرده بودن. اونا دکتر میده هستن، اسمشان والله فراموشم شد که کی بود. بسیار خوشم آمد، بسیار خوش شدم، گفتم خداوندا امیر رحمه بر دل تمام کسایی که در تمام اصناف کار میکنند که حداقل
دکتر صاحب میتونن که فیس خود نگیرن، اما دکاندارا بگیرن، پول خود بگیرن، مفاد هم بگیرن، اما مفاد کمتر بگیرن. بهانه را درست نکنن که ماه رمضان است، این میخو اگر دیروز 40 روپیه بود امروز 80 روپیه است، امروز 60 روپیه است. یک متاع یک جنس هر چی که باشه کوشش بکنن که رضایت الله را جلب بکنن. بخیر سلامت باشین جناب استاد بزرگوار. به این که سر موضوعی که ما شما وعده کردیم صحبت میکنیم بحث میکنیم. جناب استاد، بعد از اینکه امروز بخیر تمام میشه، روز 19 هم است، نه تمام بخیر، روز 20 یکی دیگر از عبادت های بدنی در ماه مبارک رمضان در چوکات رمضان آغاز میشه که عبارت از اعتکاف است. اعتکاف به این سر آدابش صحبت بکنین. یک بار اعتکاف بگوین که چی نوع یک عمل هست، سنت است، واجب است، فرض است، مکانش در کجا باشه، با سر شرایطشون میریم. بفرمایید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. هموطنان نهایت عزیز، قسمی که جناب عرفان صاحب سوال کردن از اول شروع میکنیم، اما تو پیش میریم که خود تعریف اعتکاف خلاصه درنگ کردن یا وقت خود را گذاشتن در یک گوشی از مسجد برای مردا و در یک گوشی از خانه برای زن. چون حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشستند و هیچ وقت ترک نکردند و بعد از وفات آنها ازواج مطهرات اعتکاف می نشستند. خیلی کسایی هستند که در صفحات اجتماعی یک مفکوری غلطی در بین مسلمین پخش میکنه که نشستن اعتکاف زن میگه که بدعت است. نه خیر، ای ثابت هست. و ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه هم می نشستن به خاطر اعتکاف. باز در اینجا بهترین جای برای اعتکاف مساجد بر مردا و بهترین مسجدها که در درجه اول قرار داره مسجد بیت الله الحرام. الله متعال به سبب ماه مبارک رمضان یا آرزوی ما هم است و آرزوی تمام مسلمین هست، اعتکاف و یا رمضان آینده ما را در مسجد خود قرار بده. و دومین مکان و دومین مسجدی که در اوجا عبادت و اعتکاف در اوجا زیاد ثواب داره مسجد نبی کریم صلی الله علیه و سلم. و سیومین مسجد مسجد الاقصی هست. الله متعال مسجد اقصای ما را به برکت ماه مبارک رمضان از صهیونیست و از یهود غاصب رها بکنه و الله متعال بر آنها یک راحتی را بیاورد. و همچنان در رابطه با اعتکاف گفتین آداب اعتکاف. آداب اعتکاف این است که ما با یک نیت خالص و با یک نیتی که در او رضایت الله متعال باشه و طلب جنت رفتن باشه و کسب نمودن ثواب 1000 ماه. چون عرفان صاحب محترم وقتی کسی در اعتکاف میشینه او 100% شب قدر و ثواب قدر دریافت میکنه. به خاطر از اینکه اگر این انسان علما میگه اگر خوام باشه در این شبها الله متعال باز هم چون در اعتکاف نشسته و خود اعتکاف ازی و خود در مسجد نشستن ازی و خود او خانم و او خواهر ما که در خانه به نیت اعتکاف نشستند اینمی هم در ثواب حساب میشه.
به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک انسانی که در مسجد میشینه و انتظار از این میکنه که یک نماز خوانده و انتظار از این میکنه که دیگه نماز بخونه، این فرد عبادت است. این حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. کوشش بکنیم که امروزه یک اگرچه یک طرف خوبی هم داره، خیلی زیاد خوبی داره، صفحات اجتماعی و موبایل، اما یک طرف بسیار بدی داره. بعضی از کسا را خودم مشاهده کردیم که در اعتکاف هستن و از صفحات اجتماعی استفاده. این خلاف همون آداب اعتکاف است، چون همه ما میدانیم و همه ما استفاده میکنیم صفحات اجتماعی. اونیت که ما به خاطر اعتکاف داریم بازو برآورده نمیشه. او ثوابی که ما میخواهیم او ثواب ما کمایی نمیکنیم. کوشش شوه که عبادت الله متعال دو زیاد شود، از غیبت، دروغ و غیره دوری شود. چقدر خوب است جناب استاد بزرگوار که وقتی که اما کسایی که بخیر نیت دارن که بخیر فردا اعتکاف بکنن برند به اعتکاف، امی صفحات اجتماعی خود کاملا بسته بکنن، حداقل از تلفن بسیار کم، او را به حالت ضروری اگر کدام احوال می باشه استفاده کنن، در غیر از او شما فرمایید. واقعا صفحات اجتماعی را خاموش بکنن. ما پیشتر گفتم که خوبی هم داره موبایل. مثلا یک خوبی کوچک شما بگویم، یک کسی هست قرآن بسیار به کندی میخونه، مشکلات داره در قرآن کریم. قرآن کریم دانلود بکنه و قرآن کریم پیش خود بانه از او بشنوه، چقدر عالی. دو سه فایده بر از این میشه. بله. یک، هم میخونه و هم میشنوه، دو ثواب، هم غلطیش اصلاح میشه و هم زود خلاص میکنه و در جریان اون تعلیم و تعلم هم میشه دیگه. 100%. پس به این خاطر کوشش بکنن که از صفحات اجتماعی دوری بکنن. اگر موبایل هم استفاده میکنه بسیار کم استفاده بکنه. بله. و کوشش بکنه که قرآن زیاد بخونه، چون قرآن و رمضان بسیار با هم نزدیک با هم، بسیار با هم نزدیک است. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم اگر دیگه وقتا یک دفعه قرآن ختم میکرد، در رمضان دو دفعه قرآن دور میکردن. بله. و این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. بس به این خاطر کوشش شود که از اینمی روزای بسیار کم، به خاطر از اینکه خود ما از رمضان گذشته تا به حال چقدر نفر به دست خود شاید دفن کرده باشیم، در جنازه چقدر مردم ما شرکت کرده باشیم، از نزدیکای خود ما امروز نیستن. یک روز خود غنیمت بشماریم، این 10 روز خوبانی، این ماه خوبانی، تا به سال کی زنده و کی مرد. کوشش شود که هر لحظه، هر دقیقه، هر ساعت برای خود یک تقسیم اوقات جور شود و منظم از هر لحظه. ولو یک کسی که دریور هست دریوری بکنه، اما زبانش خود بسته نیست. سبحان الله، الحمدلله، اللهم صلی، اللهم بارک، استغفار. ولو که یک هر کسی که از دکاندار هست، دریور هست، از لحظه استفاده چقدر ثواب داره. باز این دهه اخیر، دهه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که این دهه سبب نگاه شدن و سبب دور شدن انسان مسلمان از آتش جهنم است. الله متعال به سبب از این روزهای پربرکت همه ما را از عذاب جهنم و از آتش دوزخ دور نگاه بکنه. جناب استاد بسیار زیبا فرمودین. کدام شرایط یک آدم داشته باشه، یک انسان کدام شرایط را داشته باشه، یک انسان مسلمان کدام شرایط را داشته باشه که باز بخیر اعتکاف کنه؟ یعنی هدف ما از شرایط اعتکاف است. در رابطه با شرایط اعتکاف علما 5 شرط برایش میگفتن. اولین شرطی است که نیت اعتکاف، و نیت خوب بسیار آسان است. همین که تو بستریت از خانه میگیری، همین که از خانه، این نیت است. بله. چون نیت همون قصد میگه، همون اراده را میگه. بله یقینا. دوم ای که در مسجد باشه برای مردم. شرط دومش است که در مسجد و در خانه پیشتر یادآوری کردیم که برای زنها. بله. و سومین شرطی است که انسان باید روزه داشته باشه، چون اگر روزه نداشته باشه باز اعتکافش صحیح نیست. خود طبعا یک انسان روزه دار دیگه باید که اعتکاف بله. اینجا یک چیز باید داشته باشیم که اعتکاف مستحب میشه که حالا ما انشالله که
در اقسام اعتکاف سر از او بحث میکنیم انشاءالله. اعتکاف مستحب اینه که تو در مسجد میای و نیت میکنی که تا وقتی که ما صمیمی در اعتکاف باشه. چقدر عالی است به خدا. این از جمله اعتکاف مستحبی است. مستحب است. بسیار. و ثواب. تا وقتی که تو هستی، حتی علما میگن که اگر کسی اونجا باز گپ هم میزنه گناهگار نمیشه. در غیر از او در مسجد گپ زدن نارواست. و شرط دیگه ای است که باید انسان پاک باشه. مثلا مردها از جنابت و زنها از اونمو عادت ماهوار که داره یا بعد از ولادت کدام مریضی که براشان میایه از این حالتا کاملا پاک باشن. این شرایط اعتکاف هست. و در یک مسجد باشه که اوجا نمازها خوانده شود. یکی مسجدهای حکمی ما داریم. بله. اصلا در بعضی جاها هست در مارکت هست. در اوجا باز نمیشه. خب مسجدهای باید باشه که 5 وقت نماز در اوجا باشه. خود داخل مارکت ها رو میگین؟ بله. اوجا بعضی مسجدهای تو هست که 2 وقت نماز خوانده. نه در مسجد باید باشه که 5 وقت نماز در اونجا ادا شود. اگر جمعه خوانده هم نمیشه مشکل نداره. میتونه که بعد دیگه جایی باشه. خب بهتر پیشتر هم ما گفتیم که مسجد جامع باید باشه. بله. جناب استاد ضرور است که تعداد زیاد از مردم به اعتکاف بشینن یا اگر یک اقل مردم هم بشینن؟ در اینجا یک بحث دیگه هست که همی حکم اعتکاف قسمی که شما بیشتر از هموطنان ما پرسان کردید. حکم اعتکاف سنت کفایی است. سنت کفایی به این معنی اگر از یک مسجد 1 نفر در مسجد نشست از گردن و از زمین تمام مردم ساقط میشه. بله. این سنت کفایی میگه. مثل که ما فرض کفایی داریم، مثلا نماز جنازه هست، از یک منطقه 1 نفر میره در جنازه شرکت میکنه از گردن تمام مردم ساقط هست. اما وقتی که 1 نفر هم در یک مسجد نمیشینه همشون گناهگار است. بله. پس به این خاطر کوشش شود که از 1 نفر بیشتر باشه. چقدر خوب است عرفان بزرگوار، ما در 1 سال 360 کم زیاد روز داریم. 350ش برای کاروبار، بسیار زیاد تشکر، برای مصروفیات ما. بخیر باشین سن. اما 10 روز فقط به خاطر سلامت باشین سن. شما که دیده باشین این خیاطات. بله. 10 روز بیشتر از او تا از اول رمضان تا آخر رمضان بیدار می باشن به خاطر اینکه منفعت دنیوی. بله. چقدر منفعت عالی است. بخیر باشین. انشالله برمیگردیم. دوستان عزیز بیاین که با هم یک جا یک کلیپ فقهی با هم یک جا ببینیم بشنویم که او هم در مورد اعتکاف است. د اعتکاف آداب. 3 شیان په اعتکاف کې مستحب دي. لومړی یوازې ښې خبرې کول. دویم د اعتکاف لپاره تر ټولو غوره جومات ټاکل لکه مسجد حرام، نبوي جومات، د اقصا جومات. د دې څخه وروسته هر چا لپاره خپل جامع جومات دی. دریم د قرآن کریم تلاوت کول، مسنون اذکار یا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل او د دینی کتابونو په مطالعه کې ځان مصروف ساتل. دوستان عزیز باز هم خوش آمدین. برنامه زیبای شهر رمضان است. مسائل بسیار خوب اعتکاف را جناب استاد برای ما و شما دانه دانه یاد کردن. آمادگی داشته باشین. کسایی که شرایطش را دارن آمادگی را داشته باشن که فردا بخیر که تاریخ 20 رمضان مبارک میشه. باز انشالله که ما وقتش و زمانش هم از جناب استاد پرسان میکنم که از کدام زمان بخیر شروع میشه. آمادگی داشته باشین. خواهرای عزیز ما، مادرای گرامی ما که اگر توانش می داشته باشن، شرایط برشان درست می باشه، اونا هم میتونن که در خانه خودشان در اون جایی که نماز میخوانن بخیر اعتکاف بکنن. پیش از اینکه باز هم به بحث خود بریم با جناب استاد بحث بکنیم، یک بار بریم ببینیم آشپزخانه را. جناب استاد یک بار آشپزخانه را یک خبر بگیریم که آشپز ما شما امروز چی پخته کرده،
که یک دفعه بدون افطاری نمانیم. اجازه است؟ آقای قیام الدین سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام. صحت شما خوبه؟ جانتان جور است؟ بخیر هستیم؟ ما دیگه نامدم به خاطر اینکه یک روز تا اونجا آمدم زحمتم کشیدم، مرا نموندی که مصلات درست کنم. بخیر باشی. دیگه ما نزدیک امروز نمیم. خفه نشی. صحت چطور است؟ شکر فضل خدا. ماشاءالله همینطور بشاش معلوم میشی. فضل خدا. البته روزه سر تو قدر تاثیر نکرده. فضل خدا خوب روزه است. خوب روزه است. خدا قبول کنه. چی پخته کردی برای امروز افطار برای مهمانای عزیز ما؟ یک ذره سبزی پخته کردیم. سبزی پالک. کار خوب کردی که در طول رمضان سبزی نکردیم. برانی کدو است. خب بسیار خوب. برانی دیگه حتما. برانی کدی زر. سوپ داریم که آش میکس است. دیگه یک نوع پلو است. یعنی سالاد داریم، بخوای سمبوسه رو تیار کردیم سر میز. بسیار کار خوب کردی والا، بسیار کار خوب کردی. خدا خیرت بده. والا زحمت میکشی هر روز. بخیر باشی. ما هم هر روز مهمانای عزیزم میگم که به حق دعا بکنن. زنده باشی. بخیر باشی، سلامت باشی. برو در کارکت باش. خدا برات خیر بده. جناب استاد، امی کسایی که افطاری رو در مجموع درست میکنن چطور یک اجر بزرگ برشان نصیب میشه؟ هم کسی که کتم شما در برنامه هستن و کسایی که در خانه هستن. بگوین سه ما اجر برشان. ما یادآوری کردیم گفتیم که اگر کسی به یک روزدار افطاری را میده، افطاری را بده. الله متعال ما هر روز امی حدیث شریف را سر مهمانات تکرار میکنم که دل قیام الدین همونطور پر باشه که متوجه باشی که این روزه هم به خودت ثوابش است، هم کسایی را که افطاری میتی از کلگی برای خودت میرسه. خدا شما را خیر بده جناب استاد. بریم جناب استاد پیرامون فضایل اعتکاف صحبت بکنین. یکی و وقتش بگوین، چون ما پیشتر همونطور گفتم که در تاریخ 20 شروع میشه. آیا گپ ما دقیق است و از کدام ساعت؟ جناب عرفان سے بزرگوار، وقت اون اعتکاف قسمی که شما یادآوری کردین فردا بخیر که روز 20 رمضان است. بله. قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه خب چند دقیقه قبلتر یعنی بعد از نماز دیگر بخیر. بعد از نماز دیگر. اگر قبلا مثلا امروز یک نفر اعتکاف میشه، فردا صبح میشینه، پیشین میشینه، هر وقتی که میشینه مشکل نداره. به خاطر از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دفعه مکمل رمضان اعتکاف نشسته بود. بسیار. و در یک رمضان 20 روز اعتکاف نشسته بوده. در آخرین سال عمر مبارکشان. در آخرین سال عمر مبارکشان. بله. پس به این خاطر این وقتش. که فردا 20 رمضان قبل از اینکه آفتاب غروب کنه کسایی که معتکف هستن بخیر برن در حجره خود داخل شون. در حجره خود داخل شون. و ختمش کدام وقت میباشه؟ و ختمش وقتی که مهتاب عید دیده شد و آخرش است. همین که اعلان شد که فردا عید است، اگر در اون شب کسی باز نباشه مشکل نداره. فضایل خیلی زیاد داره اگر بشه. اگر نباشن مشکل نداره. و میایم به سوال دومتون که فضایل اعتکاف گفتیم. بسیار زیاد فضایل داره. بله. انقدر فضایل داره که بسیار زیاد. این فضیلت از این که فضیلت بالا کدام است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و از مکه به مدینه میایه، از اون وقتی که روزه فرض میشه، از اون وقتی که رفته تا وقتی که از دنیا رحلت میکنن، اینا در اعتکاف. بله. هر سال فقط 2 سال، 1 سال به خاطر سفر ترک شده بود اسمشون که باز در ماه شوال او را دوباره اعتکاف نشستن و قضاییش آوردن. بسیار. و 1 سال دیگه هم تو یک گپ شده بود. اینا اعتکاف ننشسته بود. از اینکه در بالاترین دیگه فضیلت می سید الاولین و الاخرین اعتکاف میشینه. او کسی که تمام گناه گذشته و آیندهش معاف. شاعر میگه بعد از خدا توی قصه مختصر سبحان الله او اعتکاف میشینه. مایی که در این زمان فتنه و در این چقدر مشکلات هست، ما چرا نشینیم؟ ما گناهگار نیست؟ آیا ما پاک هستیم؟ ما آخرت نداریم؟ ما اون لحظات سخت قبر فراموش کردیم؟ چرا خدا بازی میدیم؟ چرا میگیم که من کار دارم؟ این کارا تو چی وقت؟ بله. تا کی کار می‌داشته باشی؟ چرا خود بازی میدیم؟ یعنی بعضی اوقات تو فکر میکنیم که ما بر حق هستم. اگر دقیق متوجه شویم برای خود، بله، همه ما وقت داریم. و برای همه چیز وقت داریم. بله، برای همه چیز وقت داریم. خب کمک تنبلی و کمک است. و فضیلت بعدیش نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که اعتکاف بشینه، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من.
یک کتاب حدیث است به نام الترغیب و الترهیب. حدیث نقل کرده کسی که به خاطر رضایت الله متعال اعتکاف میشنه الله متعال تمام گناه گذشته شما. در حدیث دیگه میگه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که در اعتکاف میشینه الله متعال ثواب 2 حج و 2 عمره نصیب شه. بله. 2 حج، حجی که چقدر تکلیف داره، و حجی که مبرور باشه و مقبول، عمره که چقدر تکلیف داره، چقدر مردم مصرف میکنه. الله متعال در این خانه و در این مسجد که میشینه ثوابش برش. 30مین اجرش که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که اعتکاف میشینه در بین این انسان و در بین جهنم الله متعال 3 خندق یا 3 گودال فاصله میاره و هر گودال و هر خندقش و فاصله زمین و آسمان در بین معتکف و در بین دوزخ. در بین دوزخ. یعنی سبب منع شدن یا نرفتن از چی میشه؟ به جهنم میشه و سبب رفتن به جنت میشه. این فضایل اعتکاف است. و در اول سخنرانی گفتیم دعای انسان قبول میشه و ثواب اونم 1000 ماه که 83 سال و 4 میشه، 83 سال و 4 ماه میشه الله متعال ثواب وزیر برش نصیب. این در اعتکاف هست، دیگه جایی نیست. و دعا شما عرفان صاحب محترم به طور تجربه کسایی که در اعتکاف نشستن 1% بکنید. اما یک ضرب المثل داریم میگه پیش طبیب نرو پیش سرگذشت. شما پرسان بکنین هر دعایی که معتکف بکنه الله متعال دعای از او را قبول. با خیر و سلامت باشین جناب استاد، ان شاء الله برمیگردیم. دوستان عزیز در این قسمت برنامه بیاین که همکارای خوب ما یک گزارش بسیار زیبای ولایتی رو درست کردن. گزارش با هم ببینیم، بشنویم، باز ان شاء الله که به بحث خود دوباره دور میخوریم. د احتکار مخنیوي او د توکو د بیو کنټرول کمیسیون د کندوز ښار له بېلابېلو هټیو پلورنځیو څارنه او ارزونه وکړه. یاد کمیسیون ښار کې هغه شمېر هټۍ وتړلې چې له ټاکل شوو نرخنامو څخه یې سرغړونه کړې وه او یو شمېر نورو ته یې لازمې سپارښتنې وکړې. چا تخلف کړی او هغو ته موږ توصیې وکولې، لازمې توصیې ورته وسوې او دا داسې دوی هم تعهد وکړو چې آینده کې به انشاءالله داسې تخلف نه کیږي. او موږ هم دا وایو چې موږ یو خو دا داسې د بازار کې هغه عدل و انصاف په نظر کې ونیسي. دا اراده نه لرو چې موږ یو تجار ورور متضرر سي او دا هم اراده نه لرو چې موږ یو غریب بیچاره یو دهقان یو مستهلک سي راځي یو بوشکه غوړ اخلي یا یو 15 منه وړه اخلي هغوی هم متضرر سي. ورته مهال د دغه ولایت ښاریان د توکو د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون ترسره کړي فعالیتونه ستایي او له یاد کمیسیون څخه غواړي څو په ښار کې له هټیو څخه دوامداره څارنه وکړي. مواد خوراکی برای موادی که مهم و ضروری برای شهروندان کندوز است در این قسمت توجه بفرمایید، به خاطر از اینکه مردم کندوز هم از نگاه اقتصادی خیلی ضعیف هستند. مسئولین مربوطه می است که در قسمت جلوگیری از احتکار توجه جدی و همه‌جانبه نمایند. نرخنامه برش بده از روی نرخ یا بفروشن و وارم باید امرای وکلانه که کسی که از بیرون میاره امرای از وام دولت بره یک مناقشه کنه برش بگوید که نکنین ملت ما غلطیدگی مظلوم است و امرای مردم رعایت بکنین. د نرخونو د کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون داسې مهال د ښار له هټیو د نرخونو کنټرول او احتکار مخنیوي خبر ورکوي چې د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون د ښار د واټونو تنظیم او د یاد کمیسیون سره د توکو بیو کنټرول په برخه کې همکاري کوي او لازم اقدامات تر لاس لاندې لري. دوستان عزیز بازم خوش آمدین. برنامه زیبای شهر رمضان است
گزارش را با هم یک جا رفتیم دیدیم، از ولایت زیبای کندوز بود. دکاندارایی که احتکار کرده بودن، گران فروشی کرده بودن، مسئولین اماراتی را دیدین که حتی دکانشان رفته بودن مرلا کرده بودن و ما بسیار سپاسگزار هستم از مسئولینی که امی قیم را میرن و کنترل میکنن، چه در کابل چه در تمام ولایات. وظیفه خدا شاهد است که بسیار کم حقوقو میرن ادا میکنن و این بسیار کار نیک و شرافتمندانه است، به خاطر از که همونطور که دکاندار ما حق داره که پول به دست بیاره و مفاد بکنه، هموطنان عزیز ما حق دارن که به اونمو امتحان دستشان برسه و با قیمت مناسب او را به دست بیارن. پیشترم جناب مولوی صاحب، جناب استاد هم پیرامونش تبصره کردن، ما هم تبصره کردیم، در گزارش هم دیدیم که متوجه باشین ماه مبارک رمضان هست، از تمام روزهای سال کرده ماه مبارک رمضان را زیادتر توجه داشته باشین، بفروشین اما گران نفروشین، مالتان را انبار نکنین، احتکارش نکنین که الله متعال باز از آدمی که احتکار میکنن ناراضی است. دوستان عزیز ماه مبارک رمضان هست. استاد بزرگوار گزارش با هم یک جا دیدیم، پیرامون احتکار بود. اگر وقت باقی شد باز پیرامون احتکار هم صحبت که شما رو می داشته باشیم، اما یک موضوع دیگر هم میخوایم که یاد بکنم و مهمتر است، پیرامون صدقه فطر. در ماه مبارک رمضان برالوزی که عبادت بدنی داریم، عبادت مالی هم داریم که عبارت از صدقه است. صدقه فطر امسال چقدر تعیین کردن و اگر تعیین نشده باشه از می اجناسی که ذکر میشه که عبارت از جو است و کشمش است و گندم است و خرما، چه مقدار داده شود؟ وقت دادنش چه وقت باشه؟ به کدام اشخاص داده شود؟ جناب عرفان سے بزرگوار، الله متعال در قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا. اکثریت مفسرین این لفظ من تزکا را کامیاب شد کسی که صدقه فطر داد. این رقم میره تعریف میکنه، این تعریف صدقه فطر و حکمش واجب است، چون حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما راوی می حدیث است. میگه وقتی که روز عید میشد، پیش از اینکه اینا برن به طرف عیدگاه و به طرف نماز، برای شاگرد و برای غلام خود میگفت که اخرجت صدقه الفطری، آیا تو صدقه فطر مرا خارج کردی؟ دادی؟ و اگر میگفت که بله ها دادیم، بعد از حرکت میکرد به طرف نماز. بسیار. اگر نداده بود باز میگفت که صدقه فطر بتی و این آیت را که من خواندم، این آیت هم میخوان که مطلب این آیت اینمی هست که افلح من تزکا، به تحقیق کامیاب شد کسی که پاک کرد خدا، صدقه فطر داد. و همچنان حکم صدقه فطر از اینمی گرفته میشه که واجب هست به نزد مال بده. حتی بعضی علما، امام شافعی رحمه الله و امام احمد بن حنبل رحمه الله، این فرض میگه. بسیار. و امام مالک رحمه الله باز میگه که سنت مؤکد است. سنت مؤکد هم نزدیک به واجب است. بله یقینا. این حکم صدقه فطر شد. بهترین وقتش بیشتر یادآوری کرده، وقتی که روز عید میشه، همین که طلوع صبح صادق میشه، اینمی بهترین وقتش است تا وقت نماز. بله. اما اگر یک کسی قبل از نماز عید اینمی را پرداخت میکنه، مشکل نداره، و کوشش بکنه در مؤخره. یکی از حکمت‌های صدقه فطر هم اینمی هست، وقتی که خودت صدقه فطر میدی، اینمی صدقه فطر باعث از این میشه که یک برادر فقیر و مسکین و بیچاره او را بر خود لباس بر خود میگیره، بود بر خود میگیره. خیلی جناب استاد این موضوع رو یاد کردین که خب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمودن بصر دو چشم، امرشان بصر دو چشم. اگر در طول ماه مبارک رمضان، از آغاز رمضان الی ختم رمضان، همونطور که شما یاد کردین، چون دو قسمتی که مثلا از یک طرف وقت نماز نزدیک شوه و نه کسی کالا خریده میتونه، نه بوت و نه چبلق و نه هیچ چیزی، اگر در طول ماه مبارک رمضان ادا شوه این خوب است. یکی ایراد جوابش بگین، دوم تشویقتان باشه برای کسایی که اونا الحمدلله متمول هستن بر علاوه صدقه فطر، چون صدقه فطر بسیار یک چیزی که اندک است. صدقات خود را داشته باشن در ماه رمضان، مردم لباس بگیرن، کسایی که مستحقین هستن پاپوش بگیرن برای خودشان، برای اولادشان، میشه قسمت سودا بگیرن. بفرمایید.
عرفان سے بزرگوار قسم که ما یادآوری کردم اونجا گفتم که بهترین وقتش خونه ما هست، اما اگر یک کسی از اول رمضان میده تا به آخر رمضان هیچ مشکل نداره. بسیار خوب هم هست به خاطر از اینکه مر فقیر دستش گرفته میشه یک چیز میگیره برای. بله بله. و یک چیز اینجا که شما یادآوری کردین، کسایی که پول دار هستن بله. الله برات داده، در راه الله مصرف بگو، وقتی که زیاد برات داده این انصاف است. یک نفری که یک کراچی داره، یک نفری که یک کاربار عادی داره، او هم از گندم و از آرد از آرد و پول حساب بکنه و اون نفری که پیسه دار هست او هم از او حساب بکنه. پس بر از یا اوجا جو هست، بر از او کشمش از خرما هست بالاتر و دیگه صدقاتش زیاد بکنه. قسمی که نماز 70 برابر است، امیر رقم صدقه هم 70 برابر. پس کوشش شوه که دوست باز داشته باشه. بسیار خوب. بسیار هر رقمی که در راه الله مصرف بکنه. انشاءالله حتما گپ شما شنیدین. جناب استاد در این قسمت بین که یک نعت کلام بشنویم، از آغاز برنامه تا صحبت کردیم، انشاءالله که شما هم خسته نباشین، هموطنان عزیز ما گرچه خسته نمیشن ما خو خسته نمیشیم اصلا. یک تنوع باشه، یک نعت شریف رو میشنویم، باز انشاءالله که ادامه میدیم. درست. جناب قاری صاحب بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، مانده نباشین. سلامت باشین جناب عرفان صاحب. سلام عرض ادب به شما، بخیر باشین، استاد بزرگوار، و بیننده های عزیز. امید جور صد سلامت باشین. بیننده عزیز ما شاهد هستن که ماشاءالله هر بار که سر شما صدا کردیم بدون معطلی خود رساندین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. اجرتان با خدا. بخیر باشین. بین بخوانین که بشنویم. یک هم درست کردیم. خیلی خوب. امید مشنویم. خوشتان بیاید. مشنویم. گناهگاریم خدایا باور فریادونا، خدایا باور فریادونا، مددگار مشی خوندا، خدایا و من سوالونا، خدایا و من سوالونا. گناهگاریم خدایا باور فریادونا، خدایا باور فریادونا، مددگار مشی خوندا، خدایا و من سوالونا، خدایا و من سوالونا. نمی دا خبر قانی دی، نمی یو عمل صالی دی، نمی دا خبر قانی دی، نمی یو عمل صالی دی. ستا دربار تیم تسلیما، خدایا و منا عرزونا، خدایا و منا عرزونا. گناهگاریم خدایا باور فریادونا، خدایا باور فریادونا، مددگار مشی خوندا، خدایا و منا عرزونا، خدایا و منا عرزونا. لعذاب ندی ویریگم، ستا دربار تا در جاڑیگم، لعذاب ندی ویریگم، ستا دربار تا در جاڑیگم. معافی غواړم ذل جلالا، بیا بنا کړم ګناهونه، بیا بنا کړم ګناهونه. گناهگاریم خدایا واور فریادونا، خدایا واور فریادونا. مددگار مشی خاوندا، خدایا و منا عرزونا، خدایا و منا عرزونا. ستا دربار تیم والاړه، گناهگار یما خاوندا، ستا دربار تیم والاړه، گناهگار یما خاوندا.
خدایا واوره دا فریاده ما پزان کړي ظلمونه ما پزان کړي ظلمونه گناهگار یم خدایا واوره فریادونه خدایا واوره فریادونه مددگار مشی خاونده خدایا و منا سوالونا خدایا و منا سوالونا ای صحیب گناهگارا ته ډیر زیاتی خطا کارا ای صحیب گناهگارا ته ډیر زیاتی خطا کارا زر سری کړه خپل ګریوانا خدای نه و غړا صبرونا خدای نه و غړا صبرونا گناهگار یم خدایا واوره فریادونا خدایا واوره فریادونا مددگار مشی خاونده خدایا و منا سوالونا خدایا و منا سوالونا گناهگار یم خدایا واوره فریادونا خدایا واوره فریادونا. با خیر و سلامت عافیت باشین قاری صاحب، بسیار زیبا خواندین ماشاءالله. تشکر میکنم از اینکه در برنامه اشتراک میکنین و از جناب استادم بسیار تشکر میکنم. گرچه سوالای دیگه ما ماند خود دقیقاً اشاره میکنن که وقت اسماء الحسنا است. دوستان عزیز اسماء الحسنا مبارک را با هم یک جا میبینیم میشنویم. بعد از او به خیر دعای افطار و بعد از او اذان محمدی صلی الله علیه و سلم است. برای همتون افطار خوش آرزو میکنم. دعای وقت افطار روزه. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك افطرت. یا الله من برای تو روزه گرفتم و تو ایمان آوردم و بر رزق تو افطار نمودم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رحمتك يا أرحم الراحمين. بیاین قرص بفرمایید. خدا براتون خیر بده. یک افطاری از دست من بگیرین. خداوند مرام ثواب نصیب بکنه. بسیار زیاد تشکر از آمدن خود، تشکر از جناب استاد که امروز در برنامه تشریف آوردن. جناب استاد سوپ بگیرین که بسیار آقای جلالی این سوپ بسیار مزه‌دار تیار میکنن. هر روز مهمانای عزیز ما سر سوپشون تبصره میکنن. مثلا او روز هم از یک استاد پرسان کردم که اگر 20 نمره مکمل باشه چند نمره برش میتی؟ گفت 2. باز گفتم نکو 2 زیاد است. گفت نه ما مذاق کرده بودم برش 20 میتم. و خیر و سلامت عافیت باشین. تشکر میکنم از حضور شما، تشکر میکنم از حضور هموطنان عزیز که تا هنوز در برنامه با ما هستند. دوستان عزیز آخرین قسمت برنامه را انشالله که حتما او را حضورتان تقدیم میکنیم که امو قرعه کشی است. همونطور که در جریان برنامه شاهد بودین که سوال روز را خواندم، حتما هموطنان عزیز ما در این مسابقه شرکت کردن. همکارای خوب ما فریجان احمدی و آقای هاشمی هر دویشان دست به دست هم دادن، شماره ها را یک جا کردن. من از آقای جلالی خواهش میکنم که مسابقه که قرعه کشی را در دسترس ما یک دفعه قرار بده که ما بخیر قرعه کشی را انجام بتم سر مهمانای عزیز ما. جناب استاد یک دانه یک از بگیرین، باز شما مصروف افطاریتان باشین. قریص شما یک دانه بگیرین. بسیار خوب، بخونین شما بخونین. 077 94 94 018. هر هموطن عزیز ما که هستن، هر خواهر برادر ما که هستن، یک بار من هم شماره را میخونم: 077 94 94 018. همکار خوب ما جناب ایوبی صاحب یک بار خوب زوم بکنن شماره را ببینن. بتین قرص بسم الله. 0780 340 650. هر هموطن عزیز ما که هستن، آقای ایوبی شما شماره را یک بار خوب زوم بکنین. هر خواهر برادر ما که هستن، هر دوست عزیز ما که هستن، فردا بخیر تشریف بیارن اداره تعلیمات اسلامی ریاست نشرات تلویزیون ملی افغانستان سرک 14 وزیر محمد اکبر خان. امو پارچه را که در بین اداره ما و عزیزی بانک اعتبار داره، او پارچه را از ما دریافت بکنن، برن امی مواد، امی بسته که از طرف عزیزی گروپ، عزیزی بانک و بانک اسلامی است تهیه شده، او را بخیر به دست بیارن. دوستان عزیز، داشته های برنامه امروز همه قدر بود که تقدیم حضورتان کردیم. تا فردا خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی به سلامت.